فتوکپی حدیث میگفت فتوکپی میگفت آقا ما برای فتوکپی صدت دارم هدف دارم حضرت علی هر وقت یه نامی به مالکش می نوشت یه رو نوشت از روش او زمان فتوکپی نگوید ولی مالکش هدف بود آقا یه روزی از خیابون رد می شدم یکی گفت آی قرائتی سلام علیکم گفتم سلام و زهر بگن مار اینکه قرآن میخونه میگه تفسیر بکنه میگه که بخون بس آقا داری رابطه ما هدف دارم هدف دارم اگر انسان کوری ازی برخیابو مخواب با او برخیابو بره دستش بگیر بخون بس اینجا چیزی نداره ایواره بخون خیلی والا قرآن میگه مگه آقا هدف دارم بچه که تو قندم بوده بزرگ که بشه شیفوچه میشه اون که نزید دادم